لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات بیننده برنامه های خودتان هستید، خدمت تک تک شما سروران و بزرگواران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمت صحت و عافیت و تندرستی و سلامتی بهره‌مند و برخوردار بوده باشید. با برنامه دیگری از سری برنامه‌های رکن پنجم ویژه برنامه حج خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و در ابتدا اجازه بدهید که فرارسیدن دهه ماه مبارک ذوالحجه را به تک تک شما عزیزان و تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنئت عرض کنم و به اجازه شما عزیزان و سروران خدمت جناب استاد فضل الحق سلیمانی که در این برنامه از سری برنامه های رکن پنجم در استودیو با ما حضور دارند هم عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما جناب استاد صیقل عزیز و همچنین خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و ادب و احترام و من هم به نوبه خودم تبریک میگم فرا رسیدن این ایام مبارک رو، دهه مبارکه ذوالحجه در خدمت شما هستم. سلامت باشین جناب استاد سلیمانی. خوب عزیزان و بزرگواران، با توجه به اینکه در آستانه دهه ماه مبارک ذوالحجه قرار داریم و ماه ذوالقعده امسال 30 روزه شد و روز شنبه اولین ایام ماه مبارک ذوالحجه خواهد بود و بدین ترتیب روز یکشنبه هفته پیش رو نه بلکه هفته بعدی روز عرفه خواهد بود و روز دوشنبه هفته بعدی هم روز عید قربان خواهد بود. خداوند تعالی البته بندگانش را برای عبادت خودش و برای پرستش ذات یگانه اش خلق نموده است و میدانیم که در امتهای گذشته بیشتر از امت محمد صلی الله علیه و سلم بیشتر از ما عمر میدیدن و سن و سالشان بزرگتر بود. به طور مثال میبینیم که دعوت نوح علیه السلام بیش از 950 سال طول کشید و همچنین دیگر انبیا و دیگر امتها که اگر بخواهیم یکی ذکر کنیم هر کدام اینها اگر مقایسه کنیم عمرشان چندین برابر عمر ما بود و عمر امت محمد صلی الله علیه و سلم البته طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور غالب از بین 60 الی 70 خواهد بود و از این عمر کمتر افراد امت محمد صلی الله علیه و سلم عمرشان از این سن تجاوز میکنه. بنابراین امت محمد صلی الله علیه و سلم و امت اسلامی چون عمرشان کمتر است، الله تعالی فرصت ها و مواسم زمانی و مکانی طلایی برایشان ارزانی فرمود تا با استفاده و بهره‌مندی از این فرصت های طلایی گراف اعمال نیکشان را بالا ببرند و بتوانند که از این فرصت ها برای تقرب و نزدیکی به درگاه الله عزوجل استفاده کنند. ما میخواهیم در این برنامه پیرامون فضایل
مکانی و زمانی که الله تعالی، البته پیرامون یکی از این بعد مکانی و زمانی که الله تعالی برای امت محمد صلی الله علیه و آله ارزانی فرموده است، در این برنامه خدمتتان صحبت کنیم و جناب استاد فضل حق سلیمانی با ما هستند. جناب استاد گرامی، قسمی که خودتان هم معلومات دارین و مستحضر هستین، ما در فرهنگ اسلامی اوقات و زمانها و مکانهای داریم که بر بقیه اماکن و ازمنه فضیلت داره و فرصت‌های طلایی. به طور مثال ما در بعد مکانی مساجد بهترین اماکن روی زمین هستند و باز در میان مساجد مثلا 3 مسجد داریم که بهتر از بقیه مساجد هستند: مسجد الحرام، مسجد نبوی و مسجد اقصی. و باز اگر به طور اخص صحبت کنیم، مسجد الحرام در مکه مکرمه نسبت به همه مساجد روی زمین و 2 مسجد دیگر فضیلت بیشتر داره. و همچنین در بعد مکانی، در بعد زمانی اگر بنگریم، مثلا ماه مبارک رمضان بهترین ایام سال هست، بهترین ماه سال هست و در ماه مبارک رمضان باز میبینیم که 10 روز بهتر از بقیه ایام این ماه هست و باز در میان این 10 روز داریم یا شب داریم که بهتر از 1000 ماه هست. میخوایم ما چون در آستانه بگیم دهه ماه مبارک ذوالحجه قرار داریم، اگر بحث را فکر کنیم از بعد مکانی شروع کنین متشکر میشیم تا بتونیم که از یک طرف به اهمیت این اماکن و این ازمنه پی ببریم، چون میبینیم که به مرور زمان اهمیت خودش را از دست داده یا حداقل کم رنگ شده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. همون گونه که شما اشاره فرمودید جناب استاد صیغل عزیز، ما از فضل الله متعال بر این امت و بر امت رسول صلی الله علیه و سلم که در مقایسه عمر خود رسول صلی الله علیه و سلم، عمر نازنینشون که 63 سال بود و همچنین عمر غالب اتباع رسول صلی الله علیه و سلم، امت اسلامی در مقایسه با امت‌های گذشته چیز قابل ملاحظه‌ای نیست و چه بسا که 10 برابر ما، 15 برابر ما دیگران عمر می‌کردن. و از فضل الله متعال بر این امت اینه که از اونجا اینکه توجهات خاص به این امت داره و به این پیروان رسول صلی الله علیه و سلم داره، فرصت‌های خاصی رو در اختیار اینها قرار میده تا این فرصت جبرانی باشه بر اون کمی عمر. شما اشاره فرمودید به شب قدر. بله. شبی که خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه بیشتره فضیلتش و بهتره. یعنی 83 سال میشه یک شب قدر در یک سال. و اگر کسی 10 سال پشت سر هم شب قدر رو درک بکنه، یعنی 800 سال انگار که عبادت کرد و میرسه دیگه به اندازه اتباع عمر نوح علیه السلام. علاوه بر این موضوع، یک فضیلت‌های زمانی الله متعال قرار داده برای ما و یک فضیلت‌های مکانی. بله. و از جمله مواردی که در این ایام که حالا بحث ما هم بیشتر رکن 5 هست و بحث حج هست و ایام حج هست، خیلی قابل ملاحظه است و پررنگ و باید باش توجه بکنیم. و از جمله دروسی هست که ما از درس از حج میگیریم حتی و از مواردی که باید مد نظر ما باشه، اینه که ما در این ایام مبارک که الان داریم شروع میکنیم این روزها رو، الحمدلله از ابتدای ماه مبارک ذوالحجه تا روز عید سعید قربان، این 10 روز ما هم فضیلت زمانی داریم هم فضیلت مکانی داریم. فضیلت مکانی از این بابت که در این مکان، یعنی محل برگزاری حج، الله متعال توجه‌های ویژه و خاصی داشته و داره. ما وقتی که نگاه میکنیم به مشاعر مقدسه، حج در مکه مکرمه برگزار میشه و مسجد الحرام رو داریم، ما عرفات و مزدلفه و منی و مشاعر رو داریم. در خود مسجد الحرام باز بخش‌های مختلف، ما خانه کعبه رو داریم، ما طواف رو داریم، ما مقام ابراهیم رو داریم، ما زمزم رو داریم، ما صفا و مروه رو داریم که هر کدوم از اینها به نحوی آیات خاصی در قرآن کریم راجع به همه اینهاست. تمام تک تک اینها
ما آیات در کلام الله مجید راجع به اینها صحبت میکنیم. و مسجد الحرام به صورت عموم با مجموعه از این مشاعر، از این شعائر الهی که در اون هستند، صفا، مروه، طواف، کعبه و مشاعر مقدسه دیگری که ما در ایام حج داریم، به صورت عموم حرم مکی مورد توجه خاص الله متعال. این مکان مقدسه، چرا که اولین مکانی است که برای عبادت انسان ها روی زمین بنا شده و ساخته شده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین. اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان ها روی زمین بنا شده خانه الله متعال، خانه کعبه است که در مکه است. چون این اولین خانه است، خب طبیعتاً مورد توجه بیشتری است. بس مکان دیگه، ما وقتی که از مکان صحبت می‌کنیم از یک خانه است. خود این مسجد الحرام رسول صلی الله علیه و سلم فرمود که فضیلت عبادت در این مسجد، در این مکان 100,000 برابر مکان‌های دیگه است. یعنی نمازی که انسان در مسجد الحرام میخونه، یک رکعت نماز برابر با 100,000 رکعت نماز در دیگر مساجد روی زمین هست. و این فضیلت رو ما فقط در مسجد الحرام میبینیم. حتی در مسجد نبوی شریف و مسجد الاقصی که بعد از مسجد الحرام رتبه دوم و سوم رو دارن، ما نمیبینیم این فضیلت رو. ما در مسجد الحرام علاوه بر این، باز الله متعال میفرماید که در این مکان، حرم امن الهی در مکه مکرمه، ما میبینیم که باز یک قوانین و قواعد خاصی هست. چرا که حرمه. خود موضوع حرم وقتی که مطرح میشه یعنی چی؟ یعنی اینجا کارهایی که در فضای خارج از حرم حلال، اینجا حرامه. چیزایی هست ممانعتی نداره بیرون از حرم، اما اینجا حرام میشه. ما در مسجد الحرام آیه عجیبی داریم در سوره مبارکه حج که الله متعال میفرماید و من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. در این مکان کسی اراده گناه بکنه از روی تعدی و تجاوز، نذقه من عذاب الیم، اون رو از عذاب دردناک میچشانیم. در حالی که ما اراده گناه در فرهنگ اسلامی ما، در بینش اسلامی ما، اراده گناه در آیات و روایات بجز در این مکان گناه معرفی نمیشه، یعنی گناه حساب نمیشه. چون تا وقتی که عملی نشه و جنبه عملی نگیره، بلکه اگه حتی نمیشه. نه تنها گناه حساب نمیشه، اگر اراده گناه کرد کسی و گناه نکرد ثواب نوشته میشه براش. سبحان الله. این که اراده بکنه تا وقتی عمل نکنه گناه نوشته نمیشه. مگر در این مورد. اما در مسجد الحرام اراده گناه هم جرم است. نه تنها که کسی به مرحله عمل برسانه که به جای خود، و من یورد اراده بکنه، حتی من یورد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم. الله میفهمن عذاب دردناک میچشون. همه اینها دلالت بر افضلیت مکان داره که مکه مکرمه است، که مسجد الحرام و حرم امن الهی است. ما الان در این ایام حج این رو به وضوح داریم میبینیم. بله. الله متعال این مکان را انتخاب کرده برای برگزاری رکن پنجم دین مبین اسلام. این مکان انتخاب شده از کل کره زمین، همه باید بیان و اذن فی الناس بالحج یأتوک. ابراهیم علیه السلام الله متعال میفرماد پیش امر کردم بعد از اینکه پایه های خانه رو تجدید بنا کرد، من امر کردم به ابراهیم علیه السلام که شما بگو که اذان بده و ندا بده، ندا برآور تا مردم بیان به سمت تو. کجا بود ابراهیم علیه السلام؟ کنار کعبه بود. بله. یأتوک رجالا و علی کل ضامر. کل نماز به سمت این مکان هست. قبله اینجا قرار گرفته. مسجد الحرام خودش قبله است. این خودش باز نشانه اصلی داره، نشانه از افضلیت مکان داره. همه اینها الان در مکه مکرمه در این زمانه، این مکان، این افضلیت همیشه هست. افضلیت مکه مکرمه در طول سال تا قیامت باقی خواهد ماند. افضلیت تا قیام قیامت، از ابتدای آفرینش آسمان ها و زمین تا قیام قیامت این افضلیت بوده و هست. مسجد الحرام مقدس نزد الله تعالی و مقدس ترین مکان روی زمین بدون شک و خط سرخ الله متعال و خواهد بود تا قیام قیامت، تا برپای قیامت. و خانه کعبه و مشاعر مقدسه در مکه مکرمه. یک موضوعی که در این روزها باز خیلی در ایام حج پررنگ تر میشه که این فضیلت مکانی و این قداست مکانی همراه میشه با یک فضیلت و یک قداست زمانی. بله. و این دوتا با هم وقتی که جمع میشن در کنار هم در حج تبلور پیدا میکنه. ما مکه مکرمه رو همیشه مقدس داریم، مکرم داریم، اما در زمانهای خاصی بیشتر جلب توجه میکنه. بعد مکانیش محفوظ جای خودش همیشه، اما زمانهایی هست که این زمانها هم به فراخور
اون تاریخ مکانی الله متعال میفهمد اینها هم باز یک قداستی داشتن. ما به عنوان مثال ماه ذوالحجه رو شروع بکنیم. الان ماهی که داریم شروع میکنیم ماه ذوالحجه و ماهی که به اتمام رسید ماه ذوالقعده، ماه ذوالقعده و ماهی که بعد از ذوالحجه میاد ماه محرم. 3 ماه متوالی پشت سر هم داریم، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم، که این ماها رو ما بهشون میگیم ماهای حرام. چرا میگیم حرام؟ خب اینم خودش هم یک سوال است جناب استاد، اگر پیرامون این موضوع هم خیلی کوتاه. ما چون الان بعد زمانی رو هم میخوایم مطرح بکنیم. بله. این مهمه. بله. الان ما یک زمانهایی هست که ما توجه نکنیم به اونها، ما از اونها غافل بودیم. ما فکر میکنیم که از لحاظ زمانی بعد زمانی بیشتر اون چیزی که ما مد نظر همه ماست، اون زمانی که برای ما خیلی محترمه و مبارکه و زیاد اهمیت میدیم بیشتر رمضانه. بله. ماه مبارک رمضان با تمام عظمتش و جایگاهش و محفوظ برای ما. الحمدلله ما در بحث رمضان و اهمیت رمضان و قداست رمضان تا حدودی تونستیم که درک بکنیم امت اسلامی اهمیتش رو، نه اونجوری که حقش باشه، اما این اهمیت مشهوده. چون بحث روزه در اینجا بیشتر مطرح بوده و حتی از روزهای دیگری که باز هم بحث روزه میشه، مانند 6 شوال، مانند روزهای دوشنبه و پنجشنبه و حتی ایام البیض که روز 13 و 14 و 15 هر ماه است. اینجا نسبتاً مردم آگاهی دارند، پررنگ‌تر است. اما بحث دهه ذوالحجه فکر کنم فقط برای افراد اصلا کلا ما در این مورد جناب استاد سیغل، ما الان رمضان رو ما وقتی رمضان میشه غالب همه ما امت اسلامی کمی هر کسی، حالا چه کسی که خیلی پایبنده، کسی که کمتر پایبنده، کسی که اصلا پایبند نیست، رمضان که میشه خود به خود میگه رمضانه، جمع میکنه خودش. بله. به احترام رمضان، به خاطر رمضان پایبندی ها بیشتر میشه، مساجد پررنگتر میشه، رونق زیاد میشه. ما میبینیم که خود به خود ما در کوچه و بازار احساس میکنیم بوی رمضان رو، فضای رمضانی رو. اما فضاهای دیگری هم هست غیر از رمضان. بله. که اونها هم زمانهایی هستن که مبارکن، زمانهایی هستن که الله متعال در اونها برکت گذاشته، زمانهایی هستن که اینها یک زمانهای طلایی هستن و این زمانها چند نکته مهم اینها رو مهم کرده، چند ویژگی خاص به اینها ارزش بخشیده. این زمانها الان به صورت خصوص ما اون چیزی که از ششمش مثلا 6 روز شوال، دوشنبه، پنجشنبه روزه گرفتنش مثلا اکثرا عزیزان اهمیت میدن، ایام 20، 13 و 14 و 15 هر ماه رو ما عزیزان اهمیت میدن برای روزه گرفتن. اون فقط در بعد روزه است. ما مثلا در 6 روز شوال فقط رو بحث روزه گرفتنش رو داریم، دوشنبه و پنجشنبه روزه گرفتنش رو داریم، 13، 14 و 15 بیشتر روی تاکید روی روزه گرفتن در این روزهاست. اما ایامی هستن که این ایام الله متعال و رسول صلی الله علیه و سلم برای ما اهمیتش رو بسیار زیاد مطرح کردن در تمامی ابعاد و عبادتایی که در این روزهاست. و این روزها چند ویژگی داره. یکی از ویژگی‌هاشون اینه که در ماه‌های حرام. ماه‌های حرام چیه؟ سوالی که پیشتر اشاره شد بشه. الله متعال می‌فرماید ان عدت شهور در سوره مبارکه توبه آیه 36 که تعداد ماه‌ها نزد الله متعال 12 شهر، 12 ماه، یوم خلق السماوات و الارض، از همون روزی که الله متعال آسمان‌ها و زمین رو خلق کرد می‌فرماید من الله با عظمت من 12 ماه قرار دادم و این ماه‌ها از ابتدای آفرینش آسمان‌ها و زمین تا به امروز و قیام قیامت بوده و هست. منها 4 حرم، از این ماه‌ها 4 ماهش رو الله متعال می‌فرماید من ماه حرام قرار دادم. این 4 ماه یک تفاوت‌هایی با ماه‌های دیگه دارن. بله. که از این 4 ماه حرام یکیش ذوالقعده است که پشت سر گذاشتیم، ذوالحجه است که الان شروع می‌کنیم و ماه محرمه که بعد از ذوالحجه میاد، 3 ماه پشت سر همه و یک ماه ماه رجبه که قبل از رمضان قرار میگیره، ماه هشتم. ماه هشتم. الان ما ماه دهم و 11 ماه 11 و 12 ماه اول سال رو داریم، 2 ماه آخر سال، ماه اول سال بعدیش ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و ماه رجب که هشتمین ماه قمری است. الله متعال میفهمد این ماه‌های حرام، اینا ماه حرامن. چرا ما اینا میگیم حرام؟ در این ماه‌ها برخی از اموری که در ماه‌های دیگه حلال هست حرامه، من جمله جهاد هجومی، جهادی که مثلا مسلمین خودشون برای فتح یک منطقه حرکت میکنن در این ماه‌ها حرام بود. یعنی حتی مسلمین در این ماه‌ها جهاد نمیکردن. فضا چرا حرام قرار داده شده است؟ یکی از حکمت‌هایی که این ماه‌ها حرام قرار داده میشه، 3 ماه پشت سر هم در ایام حج،
یک ماه قبل از حج، ماه خود حج و ماه بعد حج، اینها حرام قرار داده شده. ذوالقعده قبل حج، ذوالحجه ماه حج، محرم ماه بعد حج. یک ماه قبلش، یک ماه بعدش، یک ماه خود حج و یک ماه دیگه هم قبل از رمضان که باز بی ارتباط با مشاعر مقدسه نیست. حکمت اینه که بسیار از مفسرین گفتن که الله متعال از روزی که آسمان ها و زمین رو خلق کرد میخواست که چون حج کعبه که بود برای عبادت، از همون روز اول که انسان اومد روی زمین کعبه بود تا به امروز، الله متعال 3 ماه حرام قرار داده به خاطر حج. یک ماه جنگ درش نباید باشه، درگیری نباید باشه، فضا باید آرام بشه، همه چی باید آروم باشه، امنیت در اوجش باید قرار بگیره که حجاج بیت الله الحرام به راحتی بتونن منتقل بشن، خودشون رو برسونن به مکان مقدس مکه. الان زمان و مکان قراره که با هم فضیلت زمانی و فضیلت مکانی با هم جمع بشه. خلاصه این که فقط در این باد میخواستم بگم که به هر بهانه‌ای که شده و به هر علت و دلیلی که باشه، هیچ کس نمیتونه که حج، مناسک حج، مراسم حج تعطیل کنه. حتی نشان از اهمیت داره. این دقیقاً حتی الله متعال شما ببینید که الله تعالی میفهمید از روزی که من آسمان ها و زمین رو خلق کردم، مثلا اصلا از قبل از خلقت انسان هاست، یوم خلق السماوات والارض، اول آسمان و زمین خلق شد بعد ما. قبل از این که ما خلق بشیم الله متعال چند ماه رو برای حج حرام قرار میده. ماه قبلش ماهی که حج برگزار میشه و ماه بعدش تا حجاج راحت بیان حج بکنن و راحت برگردن. یعنی در این 3 ماه به هر شکلی، حتی قدیم که با شتر و اسب و سواری های این چنینی می اومدن، در 3 ماه خودشون رو میرسوندن به مکه و برمیگشتن. یعنی در حاشیه جزیره العرب کسایی که می اومدن راحت در این 3 ماه میتونستن خودشون رو از این فضا بکشن بیرون. به همین خاطر اینجا ماه محرم و این ماهای محرم نزد مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم حتی قبل از اسلام، نه تنها فقط در اسلام، قبل از اسلام هم این ماها مورد احترام بوده. در این ماها سعی می شده که ظلم نشه، در این ماه سعی می شده که جنگ نشه، در این ماها سعی می شده که بیشتر رعایت بشه اون محدوده های حرمتی که وجود داره در ماهای دیگه. و اینها باز ما الان در این ماهای حرام در ابتدای ذوالحجه می رسیم به چند روز خاص که این روزها رو ما حقش رو نتونستیم ادا کنیم، نتونستیم خوب بشناسیم. جناب استاد اگر اجازه بدین فقط من اینجا میخواستم چون باز بحث آمد و مناسبت آمد این را یادآور شم که شما گفتین حتی مشرکینی که شرک البته بدترین و بزرگترین گناه هست که بعد از او دیگه ما گناه بزرگتر و گناه قبیحتر از شرک نداریم. با وجود این ماها را قدرش میدانستند و مانع مناسک حج نمی شدن. اما متاسفانه امروز میبینیم که رژیم حاکم در ایران به بهانه های گوناگون و به بهانه های واهی امسال حجاج ایرانی را از رفتن به مناسک حج و از ادای مناسک حج ممنوع کرد. و شاید خب چون در رسانه های ایران بیشتر میگن که رژیم سعودی، حکومت آل سعود اینها را از رفتن منع کرد. حکومت آل سعود هیچ وقت منع نکرده و بارها طی تصریحات مختلفی موضوع را تصریح کرده که هیچ وقت منع نکرده. و دلیلش هم دلیل بهانه تراشی های ایران میبینیم که در سال مثلا 1986 1987 1900 فکر کنم 99 اینها طرحها و برنامه‌هایی برای برهم زدن مناسک حج داشتن. برای مناسک حج که شما گفتین که در هیچ کسی، یعنی همه این را احترام داشتن. از وقتی که در مکه مکرمه خانه کعبه بنا شده در تاریخش تا به امروز، تمام ساکنین این تاریخ قبل از اسلام، حتی موقعی که اسمی از اسلام در مکه مکرمه نبود، حتی مشرکانی مثل ابو جهل و ابو لهب هم این کارو نکردن. چه برسه به مسلمین که بعد از اون آمد و من یرید به بالحاد بظلم. اینها عملا یعنی بنیت، چون دیدیم نشانه ها نشان داد، علائم همش نشان داد که در چند سال اینا هر سال یکی از نگرانی های حکومت سعودی هم است که چون به هر تقدیری که شده اینا تلاش میکنن اما فرصت نمییابن. حکومت ایران
تلاش میکنه که با استفاده از وسایل مختلف و با استفاده از بعضی حجاجی که بیچاره، از بعضی زائرینی که اطلاع و آگاهی ندارن، از اینها برای برهم زدن مناسک حج هر طوری که شده استفاده کنن. از حکمت‌های الله متعال جناب استاد صیقل عزیز چیست؟ الان ما مراسم حج رو داریم که فضیلت مکانی و زمانی داره، هم مکان هم زمان. و الله متعال میدونست که ظالمانی هستن در طول تاریخ که مردم را از رفتن به این مکانهای مقدس منع میکنن. یعنی فضیلت مکانی رو شاید نتونن درک بکنن، درسته؟ الان ما مثلا در این اتفاقی که امسال افتاد و سالهای دیگه، یا حتی خیلی از عزیزانی که حالا خودشون هم علاوه استطاعت مالی و توانایی مالی نداشته باشن برن، به هر دلیلی هر کسی که من بشه از رفتن به مسجد الحرام، این که خودش یک ظلم بزرگ است بدون شک، و اشاره کردیم که حتی مشرکین این کارو نکردن، مشرکینی که با رسول صلی الله علیه و سلم وارد ظلم بودن. اما از طرف دیگه لطف الله متعال به بندگانش، به مشتاقان مسجد الحرام، به مشتاقان مکه مکرمه، به مشتاقان بیت الله الحرام در اینجا نمود پیدا میکنه که الله متعال الان زمانی قرار داده که اگر فضیلت مکانی رو کسی نمیتونه درک بکنه، همزمان با برگزاری مراسم حج، همزمان با حرکت حجاج به سمت این مکان مقدس، فضیلت زمانی برای همه هست. ما الان یک فضیلت مکانی داریم که در حرم شریف است، در مکه مکرمه و مشاعر مقدسه و مسجد الحرام و مسجد نبی. یک فضیلت زمانی داریم، این خیلی مهمه. ما الان هر کسی به هر دلیلی اگر من شده، نتونسته، تواناییش رو نداشته، الان وقتی که تصاویر رو میبینه اشک به چشمانش جاری میشه، دوست داره که اونجا در مکه مکرمه باشه، فراموش نکنیم که ما اگر فضیلت مکانی رو نمیتونیم کسب بکنیم، یک فضیلت زمانی مال همه است. این فضیلت زمانی دیگه حد و مرز نمیشناسه. این فضیلت زمانی دیگه مکان نیست که ما بگیم محدوده مرز است، کشور هست، فلان منطقه است، فلان منطقه است. زمان الان این زمان همه کره زمین رو در بر گرفته. الان ما یک زمان مبارک داریم که این زمان مبارک مال همه است. ما این رو می‌خواستیم بهش اشاره بکنیم که ما این زمان‌های طلایی هست که ما از اونها غافلیم. ما رمضان رو الحمدلله میدونیم، میشناسیم، استفاده میکنیم. زمان دیگری است در طول سال که رسول الله صلی الله علیه و سلم این زمان رو بهترین روزهای سال نامیده. این زمان چنان اهمیت داره که الله متعال به این روزها قسم میخوره. در ابتدای سوره فجر میفرماد والفجر ولیال عشر، قسم به سپیددم و قسم به شب‌های دهگانه. این شب‌های دهگانه رو جمهور مفسرین نظرشون اینه، یعنی غالب اکثر مفسرین، که این شب‌های دهگانه از اول دهه مبارک ذوالحجه شروع میشه تا شب عید. و این روزهای دهگانه‌ای که الله متعال اینجا اشاره میکنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت برای ما به شرح بیشتری با تفصیل بیشتری مطرح فرمودن، این روزها روزهایی است که ما پیش رو داریم. ما الان یک فرصت بسیار طلایی پیش رو داریم که واقعا باید قدر این فرصت رو بدونیم. همون احساسی که ما در رسیدن رمضان داریم، همون احساسی که ما در داخل شدن به رمضان داریم، نباید فراموش بکنیم که این 10 روز مبارک هم میطلبه به خاطر فضیلتش، به خاطر جایگاهش، به خاطر فضایل بی حد و حصرش که ما همون احساس رو دوباره داشته باشیم. همینه که ما شما اول برنامه چی رو تبریک گفتیم؟ شاید برای بعضی از عزیزان اینجا سوال بوده باشه که خب تبریک 10 ذوالحجه، شاید فکر کنن که 10 ذوالحجه خب عید که الان که گفتید دوشنبه این هفته نه هفته بعد عید قربان میخواد بیاد، الان 10 روز قبل از عید قربان تبریک برای یک چی هست؟ این تبریک برای یک جشنواره عظیم عبادته. این تبریک برای یک فصل عبادتی است که از همین لحظات شروع شده. الان الله متعال در آسمان و زمین دهه ذوالحجه آغاز شده، دهه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن. اجازه بدید من این حدیث رو اشاره بکنم با لفظ رسول صلی الله علیه و سلم که فرمود. ابن عباس رضی الله عنهما از رسول صلی الله علیه و سلم این روایت رو نقل کردن که فرمود رسول صلی الله علیه و سلم ما من ایام العمل الصالح فیهن، هیچ روزگاری، روزهایی نیست که عبادت، عمل صالح در اونها احب الی الله، دوست
دارتر باشه، بهتر باشه، محبوبتر باشه نزد الله تعالی من هذه الایام العشر، از این 10 روز. یک 10 روزی رو رسول صلی الله علیه و سلم در روایت دیگری فرمودن، به تعبیر دیگری، از این 10 روز اضحی، این 10 روز قبل از عید قربان، حضرت علیه السلام میفهمن هیچ روزی نزد الله تعالی عبادت در اونها محبوبتر از عبادت در این روزها نیست. هر عبادتی در این 10 روزی که ما پیش رو داریم تا روز عید سعید قربان و خود روز عید سعید قربان هم هست، خود روز عید هم داخله در این روزها، هیچ عبادتی در طول سال با عبادت در این روزها برابری نمیکنه. روایت رسول صلی الله علیه و سلم است. بهترین روزهایی که عبادت انجام میگیره، محبوب ترین عبادت ها در این روزها است و جا داره که ما این روزها رو قدر بدونیم. بحث شوخی نیست. یعنی به صورت عموم است. وقتی گفتیم از 6 شوال بحث میشه، از روزهای دوشنبه و پنجشنبه بحث میشه، از تاسوعا و عاشورا بحث میشه، از 13 و 14 و 15 بحث میشه. اونجا فقط بحث روزه مطرحه، یک بودش هست. اما روز تمام اعمال صالح هست. مثلا ما دوشنبه پنجشنبه، روز 13 و 14 و 15، روزهای 6 شوال، تاسوعا و عاشورا در ماه محرم، روزه گرفتن در این روزها فضیلت داره. اما اینجا در این 10 روز ذوالحجه فقط بحث روزه نیست. رسول صلی الله علیه و سلم چی فرمودن؟ العمل الصالح، هر عمل نیکویی، هر عمل صالحی که در این 10 روز انجام میشه اجر و پاداشش بیشتر از روزهای دیگه ساله. این روزها رو ما میتونیم بگیم بهترین روزهای دنیا. این روزها روزهایی هستند که در این روزها برخی از تابعین، برخی از صحابه چنان به عبادت، به ذکر مشغول می شدن که اصلا فرصت ملاقات کسی رو نداشتن. وقتی که صحابه این رو از رسول صلی الله علیه و سلم شنیدن، حضرت فرمود هیچ روزی نیست که عبادت در اونها نزد الله تعالی محبوب تر از این روزها باشه. تعجب کردن. به همین خاطر چی پرسیدن؟ بله. پرسیدن پیش اونها مهمترین عبادت چی بود؟ مهمترین عبادت جهاد بود. بله. کسی میره برای جهاد، برمیگرده در راه دین، زحمت میکشه، تلاش میکنه. الان تعجب کردن آیا جهاد هم نزد الله متعال در روزهای دیگه با عبادت در این روزها برابری نمیکنه؟ سوال کردن. قالوا ولا الجهاد فی سبیل الله. صحابه از رسول صلی الله علیه و سلم پرسیدن وقتی که این صحبت رو شنیدن که بهترین عبادت ها در این روزها نزد الله متعال هست، یعنی بهترین روزها برای عبادت این روزهاست، گفتن یا رسول الله حتی جهاد در راه الله تعالی با عبادت در این روزهای 10گانه برابری نمیکنه. فرمود ولا الجهاد فی سبیل الله. حتی جهاد در راه الله تعالی. بحث مجاهد وقتی که میره در میدان جهاد سختی تحمل میکنه، زخم تحمل میکنه، مشکلات تحمل میکنه، گرسنگی تشنگی تحمل میکنه، از دین دفاع میکنه، جهادی که خالصانه به خاطر الله تعالی است فضیلتش کم نیست. میره جهاد میکنه برمیگرده. اما در این 10 روز کسی که در خانه نشسته حتی فضیلت مکانی هم درک نکنه. خیلی از عزیزان ما الان شاید بگن خب ما که مسجد الحرام نرفتیم، مکه نرفتیم، این 10 روز شاید فقط مال حجاج باشه. نه، این 10 روز مال کل امت اسلامیه. این 10 روز مال همه امته که همزمان با حجاج بیت الله الحرام که میرن به مکه، اونا حالا فضیلت داره که فضل الله یؤتیه من یشاء، فضیلت زمانی و مکانی رو با هم دارن. اما کسی که فضیلت مکانی رو درک نکرده نباید فضیلت زمانی رو دست بده. کسی که در رمضان مثلا اعتکاف میشینه در 10 روز آخر در مسجدی، خب اعتکاف یک عبادت بزرگه که در غالبا در رمضان دهه آخر در مسجد انجام میشه. اما اگر کسی در رمضان اعتکاف ننشست، در فضیلت مکانی و زمانی رو درک نکرده، مثلا فضیلت مکانی رو درک نکرد که بره اعتکاف بشینه در مسجد، اما رمضان که هست، فضیلت زمان که هنوز هست. الانم اگر عزیزی فضیلت مکانی رفتن به مشاعر مقدسه و حرمین شریف این رو نداره، فضیلت زمانی که داره میاد و آمد. الان میطلبه که ما این فرصت رو قدر بدونیم. و صحابه وقتی گفتن ولا الجهاد فی سبیل الله، حضرت فرمود ولا الجهاد فی سبیل الله الا، این بخش آخر حدیث، الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشیء. کسی با جانش با مالش حرکت بکنه بره در راه الله متعال شهید بشه، نه مالش برگرده نه جانش، اون دیگه به هر حال اون یک فضیلت خاصی است که بحثش جداست. اما شهید شهادت رو فرمود برابری نمیکنه. ولی کسی بره جهاد و برگرده زخمی برگرده، حتی کسی بره جهاد زخمی برگرده، این حدیث اشاره میکنه ولی اینکه زهاد بره زخمی برگرده در این 10 روز میطلبه که من
خطاب من به همه عزیزانی که همه خواهر و برادرانی که صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو دارن، ما نسبت به دهه ذوالحجه بسیار کوتاهی کردیم. این یک اعترافی است که ما باید اعتراف بکنیم. و ما این دهه ذوالحجه رو اونگونه‌ای که این دهه مبارکی که پیش روی ماست رو اونگونه‌ای که حقش رو باید بشناسیم نشناختیم. باید از همین لحظات اولی که این ماه شروع شده، این دهه شروع شده، 10 روز بیشتر نیست. این 10 روز بهترین روزهای ساله. بهترین روزهای ساله. یعنی وقتی که انسان میاد به اقوال مفسرین و اقوال فقها رو درباره این 10 روز وقتی که نگاه میکنه و محدثین رو، روایت‌های رسول صلی الله علیه و سلم رو، انسان در حیرت و مدهوش میمونه که چرا ما فقط در طول سال وقتی که ماه رمضان تمام میشه دیگه منتظریم تا رمضان سال بعد بیاد. فرصت‌های مثل این رو چرا استفاده نکنیم؟ چرا ما الان در این 10 روز ماه ذوالحجه از همین الان تصمیم نگیریم که من این 10 روز میخوام اون بنده محبوب الله تعالی بشم؟ این 10 روز همگام و همراه و همزمان با حجاج بیت الله الحرام، اگر نصیب من نشد مکه مکرمه، فضیلت مکانی رو درک نکردم، فضیلت زمانی رو استفاده بکنم و از همین الان تصمیم بگیریم که در ابتدای این لحظات مبارکی که ما پیش رو داریم تا روز عید قربان و غروب عید قربان، حتی آخرین لحظات عید قربان، ما این لحظات رو اونگونه‌ای که شایسته است به بهترین وجه ممکنش بتونیم ان شاءالله استفاده بکنیم که حداقل بعد از رمضانی که ما پشت سر گذاشتیم دوباره خودمون رو تجدید کنیم. پس جناب استاد سلیمانی بزرگوار، اون عده از عزیزانی که بنا به فعل فاعل یا بنا به دلایل دیگر نتانستند که فضیلت مکانی رفتن به مسجد الحرام و مشاعر مقدسه را درک کنه، از فضیلت زمانی یعنی دهه ذوالحجه هیچ کس اونا رو نمیتونه محروم کنه. اونا میتونن که استفاده اعظمی را از این فرصت ببرن. هیچ بهانه‌ای باقی نمیمونه. اگر اجازه بدین جناب استاد میریم به سراغ یک میان برنامه کوتاه و پس از دیدن این میان برنامه انشالله موضوع را با هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. از نشانه‌های فضل و کرم الله تعالی بر بندگانش این است که اوقاتی را برای طاعت و عبادت قرار داده است که نیکی‌ها در آن چندین برابر می‌گردد و مسلمانان در این ایام به خاطر تقرب جستن به بارگاه الهی بر یکدیگر پیشی گرفته و سبقت می‌جویند. یکی از این فرصت‌های ارزشمند 10 روز اول ماه ذوالحجه است، زیرا که در این ایام الله متعال با فضل و کرم ویژه خود بندگانش را مورد عنایت قرار می دهد. در این دهه روز ترویه و روز عرفه و روز قربانی قرار دارد و از دلایل بزرگی مقام و منزلت این دهه آن است که الله سبحانه و تعالی به آن سوگند یاد نموده، چنان که می فرماید: سوگند به سپیددم و به شبهای دهگانه. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده اند که این روزها از بهترین روزهای سال است، چنان که می فرمایند بهترین روزهای دنیا روزهای دهگانه است، یعنی 10 روز ذوالحجه. ابو عثمان نهدی می گوید سلف این امت 3 دهه را بسیار تعظیم می نمودند: دهه آخر ماه رمضان، دهه اول ماه ذوالحجه و دهه اول ماه محرم. حال چگونه از این روزها استفاده نماییم؟ از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: روزهای نیست که عمل نیک در آنها نزد الله عزوجل محبوب تر و پسندیده تر از این ایام، یعنی دهه اول ذوالحجه باشد. گفتند: یا رسول الله، حتی جهاد در راه الله نیز از آن محبوب تر نیست؟ فرمودند: حتی جهاد در راه الله نیز از آن محبوب تر نیست، مگر مردی که با جان و مال خود برای جهاد خارج شده و هیچ کدام را باز نیاورده باشد. و عمل نیک انواع مختلف عبادت را در بر میگیرد، اعم از روزه و
نماز و حج و ذکر و تکبیر گفتن و تلاوت قرآن و نفقه در راه های خیر و امور پسندیده دیگر. از جمله طاعاتی که بر انجام آن در این روزها تأکید شده روزه گرفتن است بجز روز 10 ذوالحجه، چنان که از بعض ازواج پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده که می‌فرمودند پیامبر صلی الله علیه و سلم 9 ماه ذوالحجه را روزه می‌گرفتند، به ویژه روز عرفه که روزه گرفتن آن گناهان 2 سال را محو می‌کند. همچنین ذکر الله تعالی و تکبیر گفتن. الله تعالی می‌فرماید و در روزهای معین نام الله را بر 4 پایان ببرند که الله روزیشان کرده است و این روزها 10 ذوالحجه است. همچنین ادا نمودن حج و ادای آن بهترین عملی است که در این 10 انجام می شود، چنان که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند حج مقبول و مبرور پاداشی جز بهشت ندارد. همچنین قربانی کردن و کسی که قصد قربانی را داشته باشد از اول ماه ذوالحجه تا وقت ذبح کردن قربانی از گرفتن مو و ناخن خود اجتناب ورزد. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره خدمت شما هستیم با این موضوع از موضوعات ویژه برنامه حج، رکن 5 بهترین ایام سال که البته 10 مبارک ذوالحجه است که پیش رو داریم. و خب جناب استاد گرامی، شما تقریبا قبل از میان برنامه در ارتباط و اهمیت بعد مکانی و اهمیت بعد زمانی به خصوص 10 مبارک ذوالحجه که هنوز سپری نشده البته پیش رو داریم صحبت کردین و تا جایی را به اهمیت این 10 پی بردیم و این را هم فهمیدیم که حاجی که اون برادره که از آمدن به حج و از رفتن به مشاعر محروم مانده بنا به فعل فاعل یا بنا به دلایل دیگر میتونه از این 10 استفاده کنه، یعنی هیچ کس مانع ازی شده نمیتونه که تو از فضایل این 10 بهره نبری. پس چگونه باید این 10 را قدرش بفهمیم و از این 10 استفاده شایسته و بایسته که پروردگار به او اشاره کرده، پیامبر صلی الله علیه و آله به اهمیت او اشاره کرده، این را قدرش بدانیم و از استفاده کنیم. جناب استاد سیغان عزیز، ما انسان ها طبیعتا همه ما مسلمین در طول زندگی در مسیری که داریم پیش میریم احیانا دچار اشتباه میشیم، دچار خطا میشیم. شیطان به هر حال و نفس ما رو وسوسه میکنن، جایی به خطا میریم و بار گناه ما زیاد میشه که این بار گناه ما رو اذیت میکنه، این بار گناه ما رو آزار میده، این بار گناه آرامش ما رو از ما میگیره. ما کسلیم، ما پریشانیم، نگرانیم، آروم نیستیم، لذت نمیبریم از زندگی خودمون در هر جایی که هستیم. و این مثل یک لباسی که ما بعد از رمضان تمیزش کرده بودیم، دوباره اومدیم در کوچه و خیابان پرسه زدیم این طرف اون طرف، از این طرف آلودگی افتاد، از اون طرف افتاد، این لباس دوباره آلوده شد.
لباس تقوای ما همین حکایت براش اتفاق میفته. و لباس تقوا ذلک خیر، لباس تقوا مهمتره. در جنگ با شیطان این لباس لکه‌دار میشه، این لباس کثیف میشه، این لباس نیاز به شستشو داره، این لباس نیاز به پاک کردن داره. و این فرصت های مثل 10 ذوالحجه که ما به یقین میتونیم بگیم بعد از رمضان دیگه ما در طول سال این فرصت رو دیگه نداریم. یعنی از رمضان تا رمضان سال بعد همچین فرصتی ما دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم. این روزهایی که ما داریم پیش روی ماست. در این روزها از مهمترین ویژگی‌هایی که این روزها داره، این 10 ذوالحجه و این روزهای خاص، ما در این روزها با کمترین تلاش بیشترین استفاده رو میکنیم. یعنی عبادت‌های ما در این روزها چندین برابر روزهای عادی یقینا ارزش داره. در این روزها فضیلت زمانی و اون فضیلت مکانی که حجاج بیت الله الحرام هستن، ما این روزها هر چی به آخر نزدیکتر میشه ارزش و فضیلتش میره بالاتر. ما روز عرفه رو داریم که در اون روز بهترین روز ساله. ما روز عید رو داریم که بعضیا میگن که حتی روز عید بهترین روز ساله. بین عرفه و عید اختلاف نظر بین برخی از علما و مفسرین ما هست و اهل فقه که کدوم یکی افضله. روز 9 و 10 ذوالحجه، روز عرفه و روز عید قربان بهترین روزهای سالن بدون شک. ما در این روزها بهترین فرصت برای خودسازیه، بهترین فرصت برای تجدید رابطه با الله تعالی است، بهترین فرصت برای رها شدن از اون بندها و اون زنجیرهایی که به دست بال ما بعد از رمضان دوباره بسته شد. ما الان باید دوباره اینا رو بکنیم، دوباره خودمون آزاد کنیم، دوباره باید خودمون رو برگردونیم. اولین کاری که ما باید انجام بدیم الان باید توبه کنیم، خالصانه بیایم همین الان، به تأخیر نندازیم این فرصت رو. 10 روز بیشتر نیست. چشم به هم بزنیم این روزها گذشته، این فرصت ها دستمون رفته. ما اولین کاری که میکنیم یک توبه خالصانه بکنیم، چرا که توبه شرط رستگاری و فلاحه. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همه شما مؤمنان بلا استثناء، همه ما همین الان تصمیم میگیریم که من این دهه رو میخوام استفاده کنم. من باید در این دهه یک زندگی جدید داشته باشم. جناب استاد برخی میگن ما اگر بیایم توبه کنیم، توبه کردیم، اما میترسیم که باز آغشته به اعمال ناشایست و ناصالح شویم. این لباس استاد طبیعت این لباس اینو کالوده میشه. اما آیا این لباس من که الان پوشیدم، تمیزش کردم، پوشیدم، اگه آلوده شد به خاطر این به این حجت که من اگه اینو بشورم دوباره آلوده میشه، نمیشورمش؟ نه. بازم توبه میکنیم، 1,000,000 بار توبه میکنیم تا آخرین لحظه حیات. هر بار که زمین خوردیم بلند میشیم. مهم این مسیر رو کسی میبازه که وقتی زمین خورد بلند نشه. اگر زمین خورد زخمی شد بلند شو، حرکت کن، نگذار که همونجا زمینگیر بشی، نگذار شیطان. ما نباید بگذاریم که شیطان ما رو زمینگیر کنه. هر جا زمین خوردیم دوباره ادامه میدیم. الان بهترین فرصت برای ما 10 ذوالحجه، از اون اماکنی، از اون وقت‌های طلاییه که ما یک همت جانانه میکنیم، توبه میکنیم و از الله تعالی استقامت میخوایم و از الله تعالی میخوایم که دیگه بر نگردیم اون گذشتمون. این که اگر هر باری که انسان زمین بخوره دوباره باید توبه بکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید من روزی 70 بار استغفار میکنم، یعنی توبه میکنم به الله متعال. ما که حالمون مشخصه، این فرصت اولین کاری که ما باید بکنیم خالصانه توبه میکنیم بین خودمون الله تعالی، به خاطر نجات خودمون، به خاطر راحت کردن دل خودمون، به خاطر احساس آرامش خودمون، به خاطر لذت بردن از این زندگی، به خاطر این که ما معانی این دهه، معانی حج، معانی این فضایی که ایجاد شده، این هلهله‌ای که در عالم شروع شده، ما هم همراه اینا همراه بشیم. ما میخوایم با اینا همراه بشیم. ما دلمون رو میفرستیم مکه، ما دلمون رو میفرستیم کعبه، ما دلمون رو میفرستیم عرفات، ما دلمون رو میفرستیم با آسمون، ما دلمون رو میفرستیم بهشت اصلا بالاتر از همه اینا. ما میریم پیش الله متعال، ما برمیگردیم، توبه میکنیم. بعد از توبه عزم راسخ میکنیم که این فرصت رو ما الان، من باید این 10 روز استفاده کنم. 10 روز که بیشتر نیست. خب این 10 روز 240 ساعت استاد، 240 ساعته، همش 240 ساعت. الان بعدش از شما از توبه شروع کردین. اولین قدم، بهترین قدم توبه است. چرا؟ اول انسان باید خودش رو پاک کنه. من میخوام برم مهمونی دیگه، من میخوام بریم مهمونی الله متعال. اولین کاری که میکنیم میریم دوش قشنگ میگیریم، تمام آلودگی‌های بدنمون رو با توبه قشنگ میشوریم. بعد میایم الان خودمون رو شروع میکنیم به زینت دادن با عبادت‌های دیگه. با چی؟ شروع میکنیم. الان عنوان مثال اولین مسئله‌ای که بعد از توبه باید مد نظرمون باشه و مهمترین بحث دین ماست که بحث چی هست؟ بحث نمازه. نماز، من باید نمازم رو سعی میکنم در این 10 شبانه روز حداقل تمرینی باشه برای من. نمازهامو
سر وقت میخونم، نمازهامو با پایبندی میخونم. اگر برای من جماعت واجبه و فضای جماعت هست و میتونم جماعت برم، مسجدی نزدیک است، سعی میکنم همین الان میگم آقا این 50 نمازی که من پیش رو دارم همه رو باید در مسجد بخونم. یعنی از تنها بحث جناب استاد تنها بحث نزدیکی مسجد مطرح هست. مسئله من هر کسی برای خودش واضحه. هر کسی من اگر بخوام عروسی برم هیچ وقت نگاه نمی‌کنم کجاست عروسیه. اگر دل بخواد مسجد هر جا باشه میرادم. من به خاطر این ذکر کردم کلی که چون مساجد در شهرها ما مثلا در تهران ما مسجد نداریم. ما در مثلا شهرهای بزرگ ایران خیلیش مسجد ندارن اهل سنت. من به خاطر اینکه اون دوستانی که شاید ندارن ولی جایی هست ما مثلا مناطق اهل سنت هیچ توجیهی نداره که طرف مسجد هست و نمیره. بله جاهایی که ما تا جایی که میتونیم میریم مسجد با جماعت. قبل از تکبیر امام میرم، اقامه شد، قبل از اقامه خودم میرسونم. این 40 روز من میخوام به الله تعالی ثابت بکنم یا الله من فکر میکنم آقا من رفتم حج اصلا. مگه ما نمیگیم میخوایم بریم حج؟ مگه ما نمیخوایم بگیم دوست داریم بریم مکه؟ خب الان شما اگر احرام پوشیده بودی رفته بودی مکه چیکار میکردیم؟ من نمازات ول می‌کردی که می‌نوشته من مسجد الحرام دوره، من از هتل تا مسجد الحرام نمیرم و نماز هم رکن مهم دین اسلام است. من از الان تصمیم میگیرم این نمازهای این 10 روزم رو باید سر وقت بخونم، با جماعت بخونم، از اول بعد بخونم. نمازهای فرض، نمازهای واجب، فرضی که محبوب ترین از مهماش شروع می‌کنیم. بله. واجبو میخونم، سنت‌هامو سعی می‌کنم پایبند باشم، علاوه بر سنت‌ها اگه قبلا پایبندی به نوافل نداشتم میخونم. بله. تهجد میخونم. این شبا رو مثل رمضان که بران میشدیم برای سحری سعی می‌کنم یک وقتی بذارم، ولو قبل از خواب 2 رکعت میخونیم. سعی میکنیم این فرصت استفاده کنیم. سنت ها، نوافل. اگر کسی بعد از نماز صبح در مسجد تونست تا طلوع آفتاب بشینه 2 رکعتی نماز اشراق بخونه که ثواب یک حج و عمره رو میبره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کسی بشینه بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب و 2 رکعتی بخونه ثواب یک حج و عمره براش میرسه. این رو استفاده میکنیم. نماز هامونو از واجبات، از سنن و از نوافل سعی میکنیم این فرصت ها رو بیشتر بخونیم، اضافه میکنیم. چرا؟ چون اینجا الان ما با یک نماز اینجا راهی رو میریم که در غیر از این 10 روز ما شاید با 100 نماز هم نتونیم اون راه رو بریم. وقت تقربه، وقت نزدیکیه، الان وقتشه، فصلشه. الله متعال یک نماز ما رو به چندین برابر نمازهای وقتهای دیگه از ما قبول میکنه و این فرصت رو ما الان غنیمت میشماریم از نمازها. بعد از نمازها شروع میکنیم این کلام الله مجید رو که شاید بعد از رمضان تا الان خیلی مورد بیمهری قرار گرفت. اگر همت بکنیم والله میشناسه سیخن. من با بینندگان الان یک همت بکنیم، عزیزانی که قرآن خوندن بلد هستن، عزیزانی که میتونن قرآن بخونن، یک همت جانانه بکنیم تو این 10 روز میتونیم ما شما یک دفعه این قرآن رو ختمش کنیم. روزی 3 جز خوندن به راحتی اگر انسان برنامه‌ریزی بکنه میتونیم که ان شاء الله عزیزانی که میتونن اینها همش تشویقه، یعنی اجباری تقریبا نیم ساعت در بر نمیگیره. روزی اگر بخوایم استاد اگر بخوایم میتونیم، اگر بخوایم میتونیم، جا پیدا میکنیم، وقتش هم پیدا میکنیم، میتونیم که یک دفعه تو این 10 روز حداقل یک دفعه قرآن رو ختم کنیم. این واقعا میتونم. کسانی که میتونن در این روزها، عزیزانی که میتونن روزه بگیرن، عزیزانی که میتونن این روزها روزه بگیرن، بهترین وقت برای روزهای نافله، برای روزهای نافله یقینا بهترین زمان برای گرفتن روزهای نفل این روزهاست و علن خصوص روزه عرفات و علن خصوص روز عرفه، روز نهم که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود کفاره گناه 1 سال گذشته و 1 سال آینده است. و از الان ما عهد میکنیم هر عزیزی که میتونه هر چی بیشتر بهتر، اگر نمیتونیم عهد میکنیم که روز عرفه رو ان شاء الله بیاری الله متعال میگیریم. البته روزه گرفتن در این 10 روز دیگه نیست. کسانی که میخوان روزه بگیرن نهایتش میشه 9 روز، چون دهمیش میشه روز عید دیگه روزه گرفتن جایز نیست. پس توبه میکنیم. اینا با اون نمونه است. ما مهمترین کارهایی که میتونیم بکنیم پایبندی به نمازامون، به تجدید نمازهای با حضور، با اخلاص، با دقت، نه که فقط همینجوری تون بریم. رابطه با قرآن، روزه گرفتن، ذکر. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود در این ایام فاکثروا فیهن، در این روزها چیکار کنید؟ تا میتونید تهلیل کنید، تکبیر کنید و تحمید. تحلیل تشریح کنید. تحلیل گفتن لا اله الا الله است. لا اله الا الله، لا اله الا الله با صیغه‌های مختلفه. لا اله الا صیغه‌های مختلفی داره که ان شاء الله عزیزان حتما ما کلیپ‌های هم آماده کردیم که پخش میشه. مختصر ترینش همین لا اله الا الله. تکبیر الله اکبر گفتن، الله اکبر، تحمید الحمدلله گفتن. الحمدلله. چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم خاص کردن باز علل خصوص این موضوع. ما الان
یکی از مواردی که ما باید دقت بکنیم تا میتونیم این زبونمون رو کمی جلوش بگیریم. الان این روزها دیگه وقتی گفتیم توبه یعنی چی؟ یعنی من زبونم رو دیگه بس سعی بکنم علل خصوص امیدوارم که خواهرانم از این حرفم ناراحت نشن، اما طبیعتی که واقعا خیلی از خواهران می نشینن 2 ساعت 3 ساعت، برادران همه ما این مبتلاییم در متاسفانه 2 ساعت میشینیم حرفهای بیهوده از این طرف از اون طرف. اگر در این حرفا غیبت نکرده باشیم و تهمت نزده باشیم هنر کردیم، که اکثرش متاسفانه میره این طرف اون طرف. به جای این کارا بیایم چیکار کنیم؟ در این چند روز حداقل صحبت‌های بیهوده، نشست‌های بیهوده اینا رو جمعش کنیم، کمش کنیم. به جای این کارا سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. زبونمون رو تو این روزها تا میتونیم ذکر بکنیم. چیزی که خیلی پررنگ در ایام حج و برای حجاج ذکره. حاجی چیکار میکنه؟ همش زبونش تره به ذکر الله تعالی. ما میتونیم که عزیزانی که نرفتن به حج فضیلت مکانی رو درک بکنن، فضیلت زمانی ما رو میتونه به اونا برسونه. ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، خودمون رو بالا ببریم، خودمون رو ارزش بدیم. این فرصت طلایی رو نباید دست بدیم. به والله حسرت خوردن نبر از این فرصت. حسرت های اینا رو ما روز قیامت میفهمیم که چه فرصتی از دستمون رفت. تسبیح تا میتونیم سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، استغفر الله. و مسئله‌ای که خیلی مهم است ترک گناهان. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الله متعال در سوره نساء 31 می‌فرماید اگر گناهان کبیره‌ای که شما از اون نهی شدید رو ترک بکنید، الله متعال گناهان شما رو میبخشه و شما رو ندخلكم مدخلا كريما، جایگاه وارسته و شایسته شما رو وارد میکنه که بهشته. من در این 10 روز صدقات جناب استاد فکر کنم که بحث صدقات رو ما داریم که یکی از راه‌های کفاره گناهان صدقاته. ما باید چیکار بکنیم تا میتونیم گناهانمون رو کم بکنیم، جلوگیری گناهانمون، چشممون رو کنترل کنیم. در این 10 روز حداقل تلویزیون هست، فیلم هست، سریال هست، این هست دیگه. رمضان چطور بود؟ رمضانی باید باشیم اینجا ما باید برای رکن دیگری از دین که حج داره برگزار میشه، رمضان یک رکن بود، حج هم یک رکنه، میطلبه که ما باید مردانه. چطور وقتی کسی حاجی که میره حج چیکار میکنه؟ در ایام حج در مسجد حرام در طواف زن و مرد با هم قاطی دارن طواف میکنن، چشمش رو کنترل میکنن. در ایام حج چشمش رو کنترل میکنن. ما باید چشممون رو کنترل کنیم، گوشمون رو کنترل کنیم. یک مدتی این موسیقی هست و فلان هست و فلان گوش کن، قرآن گوش کنیم، زبانمون رو کنترل کنیم، دستمون رو کنترل کنیم، از این دلمون رو کنترل کنیم، قلبمون رو کنترل کنیم. صدقات شما اشاره فرمودید، صدقه دادن، هر عزیزی که میتونه تا میتونه صدقه بده. و این صدقه تنها بحث پول هم نیست. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود هیچ کار خیر رو، خلاصه بحثه، چون ما هر چقدر بخوایم تو تفاصیل وارد بشیم بالاخره مهم اینه که رسول صلی الله علیه و سلم در یک کلام فرمود در این روزها هر کار نیکی که انجام بدید برای شما اجر و پاداش فراوان داره و هیچ کار نیکی رو ما تحقیر نکنیم، حقیر ندونیم و کم ندونیم. ولی یک لبخند در صورت برادر مامان، صله رحم، کسی قهر کردیم باش آشتی بکنیم، بخششی داریم در این روزها انجام بدیم. این روزهامون اگر کار خیری میخوایم انجام بدیم در این روزها سعی بکنیم بیشتر از هر روز دیگری فرصت است که انجام بدیم. تشکر جناب استاد سلیمانی عزیز. ما بار دیگر فقط متذکر میشیم که عزیزانی که فرصت مکانی برایشان رفتن به حج میسر نشده، رفتن به مسجد الحرام میسر نشده، میتونن که از فرصت زمانی که دهه ذوالحجه است بهترین استفاده و بهترین بهره را با انجام دادن اعمال صالحه که گفتیم در رأسش توبه است، نماز است، بحث تلاوت قرآن را استاد مطرح کردن، روزه نافله است، ذکر است، صدقات است، ترک گناه است، صله رحم است. این اعمال را باید بیشتر انجام بدهیم تا بتوانیم از این ایام و از این دهه با یک روحیه جدید و با یک قلب پاک شده از گناهان و از زنگارها و مانند طفلی که دوباره تولد میشه از گناهان پاک بگردیم و زندگی جدید را آغاز بکنیم. خب برنامه ما در این لحظات تمام شد. من در پایان برنامه بار دیگر از جناب استاد سلیمانی تشکر دارم و از شما عزیزانی که تا این لحظه با ما بودین از شما هم اظهار سپاس و امتنان دارم و تا برنامه فردا همه شما را به پناه ذات یکتای به همتا می سپارم. خدایار نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.
بارك الله فيكم. سليمان الشيخ. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد